خب فرید جان، این روزهای آخری که تو کشور آلمان هستی و فکر کنم آخرین بارش که پشت این سازی، چه حسی داره؟ از احساست به ما میگی عزیزم؟ درود بر شما. دقیقاً کار انوشیروان روحانی بود زدم، خودم تنها دلم. خب خاطرات خوبی ثبت شد برام توی آلمان، تجربات شاد، غم‌انگیز و به هر حال جدید داشتم و از هیچ کسی به هیچ عنوان کینه‌ای به دل ندارم. همه دوستانی که با من بودن باهاشون چش تو چش شدم، آشنا شدم و دوست دارم. بهترینا رو از خدا براشون میخوام. من مثل یه رودخونه قبلا هم گفتم جاریم و خیلی حس و حالم اون کودکی درونم زنده است و مثل یه فرید 7 سال از تهران میمونم در واقعیت. با امید خدا تجربه خوبی برام، ولی خب کشور جدید حتما برسم، سالم برسم، زنده باشم، قطعا از اونجا پست میذارم و حتما مثل قبل این روند ادامه دار خواهد بود. من کلا ذات من اینه که یک، طبیعت رو خیلی دوست دارم، خودم بچه بهار و فروردین هستم. دو، اینکه دوست دارم سفر کردن رو، تجربه کردن رو، از اون نقطه امنی که برای خودم پناهگاه درست کردم بیرون رفتن رو دوست دارم تجربه های جدید و حتی اگر پر از ریسک و خطر باشه. خب عزیزم، انشالله که هر جلسه موفق باشی و کارهای جدید و بهتری ازت ببینیم عزیزم. خداحافظ شما.